بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این سوره را سورة البقره میگن. مدنی هست، یعنی در مدینه منوره نازل شده. به اعتبار ترتیب نزول که نازل شده بود از طرف خدا به قلب پیغمبر علیه السلام 86مین سوره قرآن است. به اعتبار ترتیب قرآنی و مصحف عثمانی این دوم سوره قرآن عظیم شان است. سوره فاتحه اول، این سوره بقره دوم. این سوره را سوره البقره میگن. بقره در زبان عربی گاو میگن و این سوره را به خاطر از این سوره البقره میگه که در این داستان گاوی بنی اسرائیل ذکر شده. یک نفر بود، پولدار سرمایه‌دار بود، و برادرزاده‌اش هم کشت به خاطر طمع دنیا که هم مالش بگیریم هم خانمش بگیریم. بعد این مرده را بردن در قریه نگه انداختن. فردا سر از قریه دعوا کردن که کاکای ما را کشته. بعد جنجال بالا رفت، گفتن ببریم پیش پیغمبر. حضرت موسی علیه السلام بود. پیش پیغمبر که آمدن حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی از خدا جل جلاله سوال کرد این مسئله را که چطور حل شود. الله جل جلاله هم گفت یک گاو اینا ذبح کنن. در این گاو خیلی چونوشرای زیاد کردن اینا، پس هم داستانش در خود سوره میاد. بالاخره یک گاو کشتن، با بعضی اجزای از این گاو مرده را زدن، مرده زنده شد. خودش قاتلش گفت قاتل ما فلانی است. از جهت از این داستانی را سوره البقره میگن. این نام مشهور و معروفش است. علاوه از این نامهای دیگر هم داره این سوره. با نامهای دیگر هم یاد میشه که مفسرین او را ذکر کردن. یک نامش فسطاط القرآن است. فسطاط خیمه بزرگ میگه. خیر ایره فسطاط القرآن خیمه بزرگ به خاطر از این میگن که مضامین بزرگ قرآن عظیم شان و مسائل بزرگ قرآن عظیم شان در این سوره وجود داره. گویا مشتمل است مثل خیمه واره بر مضامین کلام بزرگ قرآن عظیم شان. از این خاطر فسطاط القرآن میگن. یک نام دیگه از این سوره سنام القرآن است. سنام به معنای بلندی و سنام به معنای آخرین و بالاترین قله را میگن، اعلا و بلند. اما کوهان شتر هم سنام میگن به عربی، به خاطر از این بالاترین نقطه شتر اما کوهان شتر است. سنام القرآن یعنی اعلاترین سوره قرآن عظیم شان. و این سوره به اعتبار مضامینش اعلاترین سوره قرآن عظیم شان است. یعنی تماما مضامین و مطالب اعلای قرآن، مثلا عقیده، احکام، اخلاق، معاملات، مسائل سیاست، مسائل جهاد، مسائل تاریخ، مسائل آداب، بالاترین مضامین این سوره داره. این سوره سوره الزهرا هم میگن. از زهرا به معنای درخشنده. چون این سوره هر کس که این سوره را بخوانه به کثرت در روز قیامت، وقتی که مردمان را به طرف
میدان محشر میبرن. این سوره را سوره زهرا میگن و سوره آل عمران هم یکی از نامهای سوره زهرا است. پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که تقدمه الزهراوین، این دو تا سوره زهرا، سوره بقره و سوره آل عمران، پیشا پیش انسان میدرخشه و روشنی میکنه و انسان به طرف میدان محشر، دم دم روی آدم، یعنی اینا هستن. این 4 تا نامه های از این سوره و هر سوره که دنبال یک سوره دیگر گذاشته شده این ربط داره، ارتباط داره این سوره ها با هم. در ابتدا سوره فاتحه آمد. سوره فاتحه خلاصی کلی قرآن عظیم شان است. تماما مطالب قرآن عظیم شان فشرده و خلاصش، یعنی به منزله مقدمه است. هر کتاب که یک مقدمه می باشه، سوره فاتحه مقدمه تماما مضامین و مطالب قرآن عظیم شان است. از این خاطر سوره فاتحه به اعتبار ترتیب نزول که نازل شده 5م سوره قرآن است، ولی در ابتدای قرآن ایرا قرار داده شده در مصحف عثمانی. بعد سوره بقره را آورده. این سوره بقره مناسبت داره به همراه از این سوره فاتحه و ارتباط داره. در چی ارتباط داره؟ در هر چیزی ارتباط داره. سوره فاتحه اجمال است، مجمل، و سوره بقره تفصیل از برای اینمی اجمال سوره فاتحه است. مثلا در الحمدلله گفت که دوجه گفت الحمدلله، همه ثنا و صفت برای الله جل جلاله است. در سوره بقره اسماء و صفات خالقیت، اسماء و صفات ربوبیت الله جل عظمته را ذکر میکنه. در سوره فاتحه گفت رب العالمین، خدا پروردگار جهانیان است. حالا در این سوره اما ربوبیت الله جل جلاله را رب العالمین است، پرورنده است جهانیان، اما پرورش و تربیت خدای ذوالجلال جل عظمته را در سوره بقره بیان می‌فرماید. در اوجا الرحمن الرحیم گفت خدا رحمان رحیم است. در این سوره آثار رحمانیت و آثار رحیمیت الله ذوالجلال جل عظمته را ذکر میکنه، با ذکر نعمتهای بنی اسرائیل. سکو میگه بسر بنی اسرائیل این نعمت برای بنی اسرائیل دادم. این از آثار رحمت الله ذوالجلال جل عظمته است. ولی نعمتهای مختلفه بر بالای بنی اسرائیل ذکر میکنه. در اوجا گفت که مالک یوم الدین، پادشاه روز جزاست. در اینجا تفسیر اونمو مالکیت خداست. خدا ملک و پادشاه است، مالک است. اونمو مالکیت در این سوره بقره توضیح میده. در اوجا یوم الدین گفت پادشاه روز جزاست الله جل جلاله. اینجا آل طریقه جزا را ذکر میکنه. باز بنی اسرائیل ذکر میگه این قسم جزا در روز قیامت، مثل که در دنیا این قسم جزاها برای بنی اسرائیل داده. در اوجا در الحمدلله گفت که ایاک نعبد، ما خاص تو را عبادت میکنیم. در اینجا امی دعوا را با ذکر دلائل ذکر میکنه که چرا این خدا را ما عبادت میکنیم. میگه این خدا اینی توست با این دلائل ما این الله را عبادت میکنیم، بندگی میکنیم. در اونجا گفت ایاک نستعین، ما خاص از تو کمک میخواهیم. چرا کمک میخواهیم؟ به خاطر که ما بنده محتاج هستیم، بنده نیازمند هستیم. اینجا همون احتیاجات و نیازمندی های مخلوق ذکر میکنه که سیکن مخلوق اینی نیاز داره. از این خاطر باید از خدا کمک بخواهد که خدا کمکش بکنه. در اونجا گفت اهدنا الصراط المستقیم، برای ما راه راست نشان بده. اینجا میگه که راه راست ذالک الکتاب لا ریب فیه،
اینمی کتاب قرآن عظیم شان اینمی راه راست است. این قرآن دنبال بکنین، در مسیر قرآن برین و بر راه قرآن عظیم شان روان شد. در اونجا 3 نوع مردم ذکر کرد. یک کسایی که انعام شده بر بالایشان، دویم کسایی که غضب شده، سوم کسایی که ضالین در گمراهی قرار گرفتن. اینجا الله جل جلاله تفسیر از اونا را ذکر میکنه. مصداق اولی را انعمت علیهم، مصداق ازوا میگه متقین است، هدی للمتقین. مصداق مغضوب علیهم در اینجا به تفسیر ذکر میکنه. مثلا مغضوب علیهم که پیغمبر علیه السلام مصداقش تفسیر کرده بود، گفت اینا یهود هستند. اینجا داستان تفسیری یهودیان الله جل جلاله در این سوره بقره بیان می‌فرماید. در اونجا ضالین گفت، در اینجا برخی از اسباب ضلالت الله جل جلاله ذکر میکنه که اسباب ضلالت چی است. و مدعای اصلی سوره بقره، هر سوره یک مدعای خاص داره. مدعای اصلی سوره بقره اثبات توحید ربوبیت و توحید الوهیت الله جل جلاله است که خدا در الوهیتش، در اله بودن و در عبادت و در بندگی کردنش هم یکتا و یگانه است و الله جل جلاله در ربوبیت و در تربیتش هم یکتا و یگانه است. این مناسبت های از سوره به همراه سوره فاتحه. در آغاز از این سوره ما با چند حروف سر میخوریم. الف لام میم. این حروف در اصطلاح شریعت اسلامی به نام حروف مقطعات یاد میکنن. حروف مقطعه بریده شده. مثلا بریده شده است، الف لام میم یا را حروف مقطعات میگن. در مورد حروف مقطعات 2 دیدگاه است. این دیدگاه از اینجا برخواسته که آیا حروف مقطعات الف لام میم این معنا داره یا نداره. یک تعداد از متقدمین که در جمله از خیلی از صحابه، خلفای 4 عبادالله یعنی عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود و دیگران به این باور هستند که این حروف از جمله متشابهات است. متشابه دیگه ما آیات متشابه داریم در قرآن عظیم شان می آید. متشابه مفهومش چی است؟ معنایش چی است؟ که یعنی این یک رمز است در مابین خدا و در مابین پیغمبرش و این رمز بغیر از اینا دیگر کسی نمیفهمد. والله اعلم بمراده، یعنی مراد و مطلب ازیره، مفهوم ازیره فقط الله ذوالجلال جلت عظمته میفهمد. این جمله اسرار در مابین خدا و در مابین پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم است. خب اسرار که از فایده از چی است؟ با ما فایدهش چی است؟ خب قرآن آمده برای ما انسانها، برای عموم انسانها که هدایت بکنه، راهنمایی بکنه. وقتی که سر شد، رمز شد در مابین خدا و در مابین پیغمبرش، برای ما فایده چی است؟ میگه فایدهش برای ما این است که این اعجاز قرآن عظیم شان بیان می‌فرماید. یعنی قرآن کلام معجز است. وقتی که قرآن عظیم شان نازل شد، یهود و نصارا و یهود و مشرکین عرب بر بالای قرآن اعتراض کردند. یکی از جمله اعتراضاتشون امی بود که این قرآن کلام محمد است صلی الله علیه و سلم. یعنی این قرآن از طرف خدا نیست، کلام خدا نیست، بلکه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم این از پیش خود ساخته محمد است، لذا ما به ایمان نداریم و ایمان نمی آوریم.
در پاسخ به اونا اینمی حروف مقطعات نازل شده. الف لام میم. این حروف در 29 در ابتدای 29 سوره قرآن عظیم شان یه حروف است. یک تایی هم است مثل قاف و القرآن العظیم، دو تایی هم است، سه تایی هم است، چهار تایی هم است، پنج تایی هم این هست. کاف ها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، تا 5 حرف متصل آمده که بریده خوانده میشه. اینا در مجموع که در ابتدای 29 سوره قرآن است که حساب بکنی همگی حروف میشه 78 حرف. 78 دانه حرف است. ولی تکراری هایش که بکشی، مثلا الف لام میم در اینجا آمده، الف لام میم را در دیگه جای آمده، الف لام میم در اول سوره آل عمران هم آمده. اینطوری تکراری است. تکراری هایش که بکشی 14 حرف میشه. یعنی 14 حرف در 29 سوره قرآن در مجموع 78 حرف. اینا حروف مقطعه و حروف بریده شده است. این حروف که نازل شد در حقیقت هشدار و اخطار برای مشرکین عرب و برای یهودای معترض بود، کسایی که آمدن اعتراض کردن بر قرآن عظیم شان که قرآن کلام خدا نیست. چه قسم هشدار بود، چه قسم اخطار بود؟ هشدار و اخطار این قسم بود که ببینید شما میگن که این قرآن کلام محمد است، ما این قرآن از اینمی حروف و از اینمی کلماتی که شما با او صحبت میکنید، الف لام میم کاف ها یا عین صاد، اینمی حروف است که از این شما کلمه میسازید و از این کلمات جمله میسازید و از این با اینمی جملات شما صحبت میکنین، گپ میزنین، سخن میگوید، مطالب خود به دیگران و مقصد خود به دیگران انتقال میده. وقتی که اینمی حروف از اینمی حروف قرآن ساخته شده و شما ادعا دارید که این قرآن کلام محمد است، کلام خدا نیست، پس بیاین شما یعنی حروف در پیش رویتان موندگی، از این حروف بیاین شما همونطور یک کلام درست بکنید، همونطور یک کلام بسازید. اگر واقعا شما راست میگید، تهمت نمیبندید و اعتراض بیجا و اعتراض بی اساس نمیکنید، ولی هیچ کدام از اونا آمده در مقابل از این استاده شده نتونست. تا به حال در هیچ جای در هیچ تاریخ ثابت نشده که یهودی که یا مشرکین عربی که بر بالای قرآن اعتراض میکردن و قرآن کلام محمد میگفتن گفته باشن که الف لام میم اینا چی است. سر این حروف مقطعات هیچ اعتراض نشده. از این معلوم میشه که اینمی حروف در مابین از اونا چیزی شناخته شده بوده و چیز معلوم بوده. این دیدگاه اول در رابطه با حروف مقطعات که این جمله متشابهات است. معنای ازیر الله جلال جلت عظمته میدانه و سر رمز راز در مابین خدا و در مابین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هدفش هم اعجاز است. اعجاز قرآن عظیم شان. دیدگاه دوم دیدگاه علمای متأخرین است. علمای متأخرین گفت اینا معناها دارن، از این خاطر معناهای متعدد از برای از این حروف ذکر کرده شده. مثلا برای الف لام میم یک معنای قسم ذکر کرده شده که الف لام میم الله لطیف مجید، یعنی میگه باز که معنا برای ذکر کردن که چی است. بعضی ها گفتن که اسمای سوره است، یعنی در ابتدای هر سوره که این حروف آمده این نام اعظم سوره است، یک نظریه است. بعضی ها گفتن که نه، این اسمای قرآن عظیم شان است، یعنی اینمی حروف که در ابتدای سوره ها آمده هر کدامش، اینمی ها هر کدامش نام خود قرآن عظیم شان است.
بعضی ها گفتن که این اسمای الله هست، بلکه این مخففات است از نامه های خدای ذوالجلال جلت عظمته. چه قسم مخفف است؟ مثلا یک نظریه است که این الف به معنای الله، لام به معنای لطیف، میم به معنای مجید، یعنی الله لطیف مجید. الله جل جلاله ذات لطیف مهربان خیلی دقت کننده و باریک بین است، مجید بزرگوار است. بعضی ها گفته که الف مخفف از اسم الله، لام مخفف از اسم جبرائیل و میم مخفف از نام محمد است، یعنی الله جبرائیل محمد به معنای ازی که یعنی الله جل جلاله یعنی این کتاب قرآن عظیم شانه به واسطه جبرائیل امین علیه السلام بر بالای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده. یعنی الله نزل بواسطه جبرائیل هذا القرآن على محمد صلی الله علیه و سلم. این تو میشه تخفیفات و کرایاتش. به هر صورت این سوره را سوره بقره میگن. 4 تا نام داره: بقره، فستات القرآن، سنام القرآن و سوره البقره، و مشهورترین نامش هم سوره بقره است. این سوره از جمله بزرگترین سوره های قرآن و همچنان طولانی ترین سوره قرآن عظیم شان است که تقریبا 2.5 جزء قرآن میشه و 2.5 پاره قرآن عظیم شان میشه. و این بزرگی یک بزرگی دیگه ای است که اما اعلاترین مضامین قرآن عظیم شان در این سوره ذکر کرده شده و بیان کرده شده. درباره حروف مقطعات گفتیم که 2 تا نظریه و 2 تا دیدگاه است. یک دیدگاهی است که از جمله متشابهات است، معنای از را الله میفهمه و هدف نزولش پاسخ برای معترضین قرآن و اعجاز قرآن عظیم شانه بیان میکنه. دویم دیدگاه و نظریه ای است که نه، اینا معنا داره. وقتی که معنا داره، چه معنا داره؟ برخی ها گفتن که این نامه های سوره هاست، بعضی ها گفتن که نامه های قرآن عظیم شان است و بعضی ها گفتن که این نامه های مخفف از نامه های الله جل جلاله است که در میان از این 2 تا تعبیر خدمتتان عرض کردم. یک الف به معنای الله، لام به معنای لطیف، میم به معنای مجید. الله لطیف مجید. یک تعبیر دیگه ای است که الله الف الله، لام جبرائیل، میم محمد، یعنی خدای قرآن توسط جبرائیل بر بالای محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده. الله الف لام میم عموما مفسرین ترجمه کردن الف لام میم الله اعلم بمراده بذلك، خدا مطلب و معنای ازی الف لام میم میدانه. گفتم در ابتدای 29 سوره قرآن عظیم شان آمده. مجموعش که جمع کنیم میشه 87 حرف و بدون تکرار 14 حرف است. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.